موضوع بعدی اپتوالکترونیک است. یک مبحث جدید در الکترونیک از فوتون بسته‌های نور به جای الکترون استفاده می‌کند. با توافق‌های انجام شده این رویکرد جدید به الکترونیک اضافه شده است، زیرا فانکشن‌های آن همان فانکشن‌هایی هستند که توسط سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌شود و همچنین این فانکشن‌ها اغلب در یک محیط الکترونیکی امبدد شده اند. این مبحث جدید الکترونیک نوری یا اپتوالکترونیک نامیده می شود. یک مشکل اساسی در استفاده از رایانه‌ها و مدارهای مجتمع سریعتر مربوط به زمان لازم برای انتقال سیگنال‌های الکتریکی از طریق اتصال سیمی است. این مسئله هم برای خود مدارهای مجتمع و هم برای اتصالات بین آنها مشکل محسوب می شود. در بهترین شرایط سیگنال‌های الکتریکی می‌تواند با حدود 90% سرعت نور حرکت کنند و نرخ رایج سرعت آنها 50% سرعت نور است. نور حدود 30 سانتی متر 12 اینچ را در 1 میلیاردم ثانیه طی می‌کند. همچنین کامپیوترهای مدرن با سرعت بیش از 1 میلیارد عملیات در ثانیه کار می‌کنند. بنابراین اگر دو سیگنال از مکان‌های مختلف بخواهند همزمان به یک مقصد برسند، باید مسیرهایی را طی کنند که بیش از چند سانتی متر طول نداشته باشد. برای رفع این مشکل دو روش قابل انجام است. یک، در روش اول باید تمام مدارهای مجتمع را تا حدالامکان نزدیک به هم قرار داد تا مسافت‌های طی شده توسط سیگنال‌ها به حداقل برسد. این روش یک مشکل ایجاد می‌کند. این مشکل شامل نیاز به خنک کننده است، زیرا در این روش مدارهای مجتمع گرما تولید می‌کند. در روش دوم باید تمام مسیرهای سیگنال‌ها برابر با طولانی‌ترین مسیر باشد. این کار نیاز به استفاده از سیم بیشتری دارد، زیرا در این روش اکثر مسیرها طولانی‌تر از حالت عادی میباشند و در نتیجه به مقدار سیم بیشتری نیاز است و همچنین سیم‌های به کار رفته فضای بیشتری نیز اشغال می‌کنند. بنابراین مدارهای مجتمع باید دورتر از حالت عادی قرار گیرند. در نهایت از آنجایی که هیچ یک از این روش‌ها کارساز نخواهد بود، باید از یک تکنیک جدید استفاده شود. یکی از این تکنیک‌ها استفاده از ارتباط نوری بین مدارهای مجتمع است. به طور کلی پرتوهای نور فضا اشغال نمی‌کنند و همچنین با هوای خنک کننده نیز تداخل ندارند. اگر ارتباط نوری باشد، محاسبات ممکن است به صورت نوری انجام شود. محاسبات نوری به شکل متفاوتی از مدار مجتمع نیز دارد که این مدار مجتمع مورد نیاز می‌تواند از آرسنید گالیم در ترکیب IIV مرتبط ساخته شود. فیبرهای نوری شیشه‌ای در سال 1966 بر اساس مبانی نظری پیشنهاد شده که فیبرهای نوری شیشه‌ای را با خلوص بالاتری بسازند تا نور بتواند در فواصل طولانی‌تر از آن عبور کند. این فیبرهای نوری در اوایل دهه 1970 تولید شدند. به طور کلی این فیبرها دارای یک هسته مرکزی هستند که نور در آن حرکت می‌کند. همچنین یک روش بیرونی دارند که از شیشه‌ای با فرمول شیمیایی متفاوت ساخته شده و دارای ضریب شکست نور کمتری است. این تفاوت در ضریب شکست نشان می‌دهد که نور در روکش بیرونی سریعتر از هسته حرکت می‌کند. بنابراین اگر پرتو نور از هسته به سمت روکش بیرونی شروع به حرکت کند، مسیر آن خم می‌شود تا نور را در داخل هسته برگرداند. در این صورت حتی اگر فیبر نوری به صورت دایره‌ای خم شود، باز هم نور در هسته باقی می‌ماند. تعریف فیبرهای چند حالته. هسته اولین فیبرهای نوری دارای قطر زیادی بودند، چند میکرومتر یا حدود 1/10 قطر موی انسان. در آنها پرتوهای مختلف نور در هسته می توانستند در مسیرهای متفاوتی حرکت کنند که کوتاه‌ترین مسیر مستقیم و رو به پایین است. همچنین مسیرهای طولانی‌تری نیز در سراسر هسته وجود دارد. این امر حداکثر مسافتی را که یک پالس نوری می تواند طی کند را محدود می کند. در یک سیستم ارتباط دیجیتال، پالس‌های متوالی می توانند با یکدیگر همپوشانی داشته و در انتها غیر قابل تشخیص باشند. به طور کلی فیبرهایی که در آنها نور می توانند مسیرها یا حالتهای مختلفی داشته باشند، فیبرهای چند حالته نامیده می شود. در اواخر دهه 1970
فیبری با قطر هسته کوچکتر ساخته شد که در آن نور فقط یک مسیر را محدود می‌کرد. این مورد فقط وقت اتفاق می‌افتد که قطر هسته بزرگتر از طول موج نوری باشد که در آن حرکت می‌کند، یعنی حدود 10 تا 15 میکرومتر. در سال 1993 فیبرهای نوری دارای قابلیت حمل سیگنال‌های نوری بیش از 215 کیلومتر 135 مایل شدند. مزاهای فیبرهای نوری. فیبرهای نوری نسبت به سیم‌های مسی یا کابل‌های کوواکسیال چندین مزیت دارند که مهمترین آنها عبارتند از می‌توانند اطلاعات را با سرعت بالاتری حمل کنند، فضای کمتری اشغال می‌کنند، نسبت به نویز الکتریکی حساس نیستند، برقراری ارتباط غیر مجاز با آنها غیر ممکن است، دارای هزینه‌های کمتری هستند، به طوری که در اکثر تأسیسات جدید در مدارهای تلفنی بین مراکز سویچینگ و فواصل طولانی‌تر از فیبرهای نوری استفاده شده است. توابع نوری الکترونیکی. برخی از کاربردهای الکترونیکی به برهم کنش بین مواد سبک و نیمه هادی که در بخش اپتوالکترونیک ذکر شده است بستگی دارد. چنین کاربردهای شامل تبدیل نور خورشید به الکتریسیته در سلولهای خورشیدی است. اکثر سلولهای این نوع از دیودهای سیلیکونی در محفظه‌های با طراحی خاص تشکیل شده‌اند تا نور خورشید آنها را روشن کند. سیلیکون در برابر نور مادون قرمز شفاف است و می‌تواند بدون تولید برق از سلول خورشیدی عبور کند، اما امواج نور مرئی انرژی کافی برای ایجاد جفت حفره الکترون دارند. در مجاورت محل اتصال پی حفره‌ها به سمت الکترون‌های نوع N جذب می‌شود و همچنین الکترون‌ها به سمت حفره‌های نوع P جذب می‌شوند. این مسئله باعث ایجاد جریان می‌شود که می‌تواند برای تغذیه وسایل الکتریکی کوچک یا برای شارژ باتری‌های حافظه استفاده شود. تریستورهای خاص در دسترس هستند که به جای سیگنال گیت از نور استفاده می‌کنند. آنها در سیستم‌های با ولتاژ بالا کاربرد دارند. مشکلات موجود در ارائه سیگنال‌های گیت به ترانزیستورهای با پتانسیل الکتریکی متفاوت با استفاده از فیبرهای نوری که عایق‌های الکتریکی هستند حل می‌شود. برهم‌کنش نور با سیلیکون حامل‌هایی را درست مانند یک سلول خورشیدی تولید می‌کند. این حامل‌ها سیگنال گیت را برای روشن کردن تریستورها ارائه می‌دهد. ابررسانه‌ها در علم الکترونیک. بسیاری از فلزات در دمای نزدیک به صفر مطلق 273 درجه سانتیگراد یا 460 درجه فارنهایت کاملا مقاومت خود را در برابر جریان الکتریکی از دست می‌دهند و ابررسانا می‌شوند. در این راستا تغییرات چشمگیر دیگری نیز در خواص الکتریکی فلزات رخ می‌دهد. یکی از این تغییرات اثر جوزفسون است که به نام فیزیکدان بریتانیایی برایان دی جوزفسون نامگذاری شده است. این پدیده را جوزفسون در سال 1962 کشف کرد. دستگاه‌های اتصال جوزفسون در زمان بسیار کوتاهی از یک حالت الکتریکی به حالت دیگر تغییر می‌کنند. همچنین آنها امکان تولید ریزمدارهای ابررسانه‌ای را فراهم می‌کنند که می‌توانند سریعتر از هر نوع دیگری کار کنند. تلاش‌های بسیار زیادی برای ساخت رایانه بر این اساس صورت گرفته است، اما بیشتر پروژه‌ها به دلیل مشکلات فنی استفاده از این دستگاه کاهش پیدا کرده است. اتصالات جوزفسون کاربردهای دیگری نیز در IIIV متوقف شده‌اند. همچنین به دلیل افزایش سرعت ریزمدارهای نیمه هادی علم دارند. به عنوان مثال آنها دیتکتورهای بسیار حساس میدانهای مغناطیسی کوچک را می‌سازند. ولتاژ در یک اتصال جوزفسون بر اساس مبانی نظری شناخته شده است که تنها به مقادیر برخی از پارامترهای ثابت فیزیکی وابسته است. از همین رو اکنون از اتصالات جوزفسون برای ارائه استاندارد مطلق و ولتاژ استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای مهم اتصالات جوزفسون میتوان به مترولوژی سیگنال‌های پرسرعت اشاره کرد.
به طور کلی برای اندازه‌گیری پدیده‌های سرعت به ابزارهای اندازه‌گیری سریعتر از آن نیاز است که دستگاه‌های جزفسون این امکان را فراهم می‌کنند. نمایشگرهای الکترونیکی نمایشگرها اطلاعات را به شکل قابل مشاهده از دستگاه‌های الکترونیکی به افراد بیننده منتقل می‌کنند. مثال‌های متداول در این زمینه عبارتند از صفحه ساعت‌های دیجیتال، نشانگرهای عددی روی تجهیزات استریو و لامپ‌های تصویر در دستگاه تلویزیون و مانیتورهای کامپیوتر که پرکاربردترین این موارد شامل لامپ‌های تصویری بوده که می‌توان اعداد، حروف، نمودارها و تصاویر ثابت و متحرک را ارائه دهند. لامپ‌های تصویری استاندارد بسیار بالایی از عملکرد را تعیین می‌کنند و می‌توانند تصاویر رنگی روشن ارائه دهند، اما آنها حجیم، سنگین و گران هستند. طراحان گیرنده‌های تلویزیون مدت‌هاست که می‌خواهند یک نمایشگر طراحی کنند که محاسن لامپ تصویر را داشته باشد، اما با معایب کمتر خوشبختانه پیشرفت‌های موجود در نمایشگرهای مسطح این امکان را فراهم کرده است. به طور کلی نمایشگرهای مسطح نسخه‌های پیشرفته نمایشگرهای کریستال مایع هستند که در صفحه‌های ساعت‌های دیجیتال وجود دارند. این نمایشگرها اساساً دو ورق شیشه‌ای نازک موازی هستند که طرفین آنها را با یک لایه رسانه الکترونیکی مانند اکسید قل ایندیم پوشیده شده است. لایه‌ای که نزدیکتر به بیننده است الگودار است، در حالی که لایه دیگر اینطور نیست. به مشاهده کلی همه نمایشگرهای مسطح دارای ویژگی‌های یکسان هستند، اما انواع مختلف آنها به روش‌های متعددی از اثرات الکترو اپتیکال استفاده می‌کنند. نمایشگرهای رنگی نمایشگرهایی که تصویر تولید می‌کنند با تعداد بیشماری از المنتورهای تصویری ریز طراحی شده اند. آنها می‌توانند به صورت الکتریکی فعال شوند و الگوهایی از فرم‌های دلخواه تولید کنند. چنین نمایشگرهایی به عنوان دستگاه‌های تماشای تلویزیون، رایانه و دوربین‌های ویدئویی و دیجیتالی استفاده می‌شوند. نمایشگرهای رنگی که می‌توانند به عنوان صفحه نمایش تلویزیون یا رایانه عمل کنند، در اندازه‌های بیش از 35 سانتی‌متر 15 اینچ با قیمت تقریباً مشابه با لامپ‌های تصویر موجود هستند. این نمایشگرها برای استفاده در لپتاپ‌ها بسیار مناسب هستند، چرا که در این دستگاه‌ها نازکی صفحه نمایش امری ضروری است. تلاش زیادی برای افزایش اندازه و کاهش هزینه نمایشگرهای مسطح انجام می‌شود، زیرا تقاضا و بازار بالقوه برای آنها وجود دارد. در این راستا بخش زیادی از کاهش هزینه‌ها از طریق تغییر در بخش تولید به دست می‌آید، جایی که بازدهی پایین ناشی از الگوها یک مشکل بزرگ است. بررسی الکترونیک از نظر ساختار. الکترون‌های ظرفیت. از آنجایی که الکترونیک به کنترل حرکت الکترون‌ها می‌پردازد، باید در نظر داشت که الکترونیک‌هایی که دارای بار منفی هستند به سمت بارهای مثبت جذب شده و توسط بارهای منفی دیگر دفع می‌شوند. بنابراین الکترون‌ها در خلا تمایل دارند خود را از یکدیگر جدا کنند و ابری را تشکیل دهند که تحت تاثیر بارهای دیگری که ممکن است وجود داشته باشند. جریان الکتریکی از طریق حرکت الکترون‌ها در خلا یا سیم و یا در هر رسانه‌های الکتریکی دیگر ایجاد می‌شود. در هر یک از این موارد الکترون‌ها در نتیجه جاذبه به سمت بارهای مثبت یا به واسطه دافعه به سمت بارهای منفی حرکت می‌کنند. به طور کلی هر اتم از یک هسته شامل پروتون‌ها و نوترون‌ها تشکیل شده است که الکترون‌ها از نظر تعداد برابری با پروتون‌های هسته میباشند. همچنین آنها در مدارهای بسیار شبیه به مدارهای سیارات به دور خورشید حرکت می‌کنند. به دلیل برابری در تعداد بارهای مثبت و منفی از نظر الکتریکی، اتم به عنوان یک کل بدون بار شناخته می‌شود. هنگامی که اتم‌ها با جامدات خاص به نام جامدات کوالانسی به ویژه عناصر ستون آیوی جدول تناوبی ترکیب می‌شوند، الکترون‌های ظرفیت الکترون‌های بیرونی
بین اتم‌های همسایه به اشتراک گذاشته می‌شود و در نتیجه اتم‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند. این امر نه تنها در جامدات عنصری که در آن همه اتم‌ها از یک نوع هستند اتفاق می‌افتد، بلکه در ترکیبات شیمیایی به عنوان مثال ترکیب IIIV نیز رخ می‌دهد. به طور کلی رسانه‌های الکتریسیته موارد مختلف بسیار متفاوت است و به سهولت یا دشواری آزاد کردن الکترون‌ها از اتم‌هایشان بستگی دارد. در موارد عایق پیوند بین الکترون‌های بیرونی اتم‌های آنها بسیار محکم هستند و نمی‌توانند آزادانه حرکت کنند. در فلزات الکترون‌های ظرفیت اضافه وجود دارند که این الکترون‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند و در نتیجه جریان الکتریکی را هدایت کنند. بیشتر عایق‌ها و فلزات موارد کریستالی هستند و از تعداد زیادی از کریستال‌های بسیار کوچک تشکیل شده‌اند. در تمام بلورها اتم‌ها در یک آرایش سه‌بعدی با فاصله منظم قرار گرفته‌اند. با این حال جامدات نیمه رسانا برای کاربردهای الکتریکی به صورت بلورهای بزرگ منفرد تهیه می‌شوند. این واقعیت که اتم‌های یک نیمه رسانا در یک آرایش تناوبی و سه‌بعدی با اندازه‌های بزرگ قرار گرفته‌اند باعث می‌شود الکترون‌ها برای الکترون‌هایی که درون کریستال حرکت می‌کنند تقریباً نامرئی به نظر برسند. دلایل این رفتار بسیار پیچیده است، اما به طور کلی این ویژگی به الکترون‌ها اجازه می‌دهد تا بتوانند در نیمه هادی‌ها به صورت آزادانه حرکت کنند. رسانه‌های در نیمه هادی‌ها در نیمه رسانه‌های مانند سیلیکون هر اتم تشکیل دهنده دارای 4 الکترون بیرونی است که هر کدام با یک الکترون از یکی از 4 اتم همسایه جفت می‌شوند تا پیوندهای بین اتمی تشکیل دهند. بنابراین در دمای اتاق سیلیکون خالص هیچ الکترونی برای رسانش الکتریکی ندارد که این موضوع آن را به یک رسانه‌ای بسیار ضعیف تبدیل می‌کند. با این حال اگر یک اتم را از ستون وی جدول تناوبی مانند فسفر جایگزین یک اتم سیلیکون شود، 4 الکترون از 5 الکترون بیرونی آن برای پیوند استفاده می شود، در حالی که الکترون پنجم آزاد خواهد بود تا درون کریستال حرکت کند. اگر اتم جایگزین از ستون آی جدول تناوبی مثلا بود انتخاب شود، فقط 3 الکترون بیرونی خواهد داشت که یک الکترون برای تکمیل 4 پیوند بین اتم‌ها کم است. در صورت کامل بودن این پیوند کریستال از نظر الکتریکی خنثی خواهد بود که به این معنا است که اگر یک الکترون وجود نداشته باشد فضای خالی دارای بار مثبت خواهد بود. همچنین یک الکترون همسایه میتواند به داخل جای خالی حرکت کند و جای خالی دیگر در جای قبلی الکترون باقی بگذارد. این جای خالی که دارای بار مثبت است حفره نامیده می شود. تعریف نیمه هادی نوع N و P. نیمه هادی هایی که الکترون ها حامل بار آنها هستند نیمه هادی نوع N نامیده می شود. N مخفف نگاتیو به معنی منفی است. اگر حامل های بار عمدتاً حفره باشند نیمه هادی ها از نوع P است. P مخفف پوزیتیو به معنی مثبت است. فرآیند جایگزینی عناصر در اینجا به جای سیلیکون دوپینگ نامیده می شود و عناصر ناخالصی نامیده می شوند. مقدار ناخالصی که در واقعیت مورد نیاز است بسیار ناچیز می باشد و از حدود 100 اتم ناخالص در هر میلیون اتم سیلیکون تا در 1 میلیاردم متغیر است. خب امروز هم به آخر جلسه دوم رسیدیم. فکر کنم ویدیو ما حدود 40 دقیقه شد. خوشحال میشم ما رو در یوتیوب، آپارات، تلگرام، ایتا و اینستا دنبال کنید و هر سوالی، انتقادی، هر موضوعی بود اونجا از ما بپرسید. خدا نگهدار.